دوستای عزیز شما را خوش آمدید میگم. شما این منظره را ببینین چقدر مقبول است. بالا پر سر ما اون قسمت اگه ببینین اونجا امو لوحه اسپانیا هسته، یعنی بعد از این دیگه داخل اسپانیا میشیم. دیگه بشینیم که نفر بیره جور کنم. تایرش در اونجا خورد، تایرش بد شده. این مرد مادر بغل تشیشته منتظر نفر هستیم که بیا جور کنیم. ریلک دنوکو خراب شد. سلام دوستای عزیز، صبحتان بخیر. امروز در یکی از شهرهای از امو کشور کاتالون که هستیم اینجا هستیم. اگر صحیح تلفظ بکنم نامش هست کاداکس، شهر بسیار مشهورش هست که به طرف اسپانیا است. درباره از امی قبیله یا قوم کاتالون ها میخوایم یک کمک معلومات براتون بدم دوستای عزیز، به خاطر که من خودم تا وقتی که در اینجا آمدم و یک کمک در اینترنت سعی نکردم، تحقیقات نکردم، از یگان کس پرسون نکردم، من معلومات نداشتم این باره. واقعا فکر میکردم که کاتالون ها یا کاتالون شاید یک زون یک ریجن اسپانیا باشه، مگر تو نیست. این کاتالون ها که هست از زمانهای بسیار قدیم و سابق، یک 300 سال پیش، اینا خودشان تا مثل ترکای که طرف ایران و ترکیه و اینا هستن، کردای شدف هست، اونو کردا و یا اکثرا دوام میکردن، زمین مملکت دوام میکردن. ما از خود ما لسان ما علایده است، فرهنگ ما علایده است، کل چیز ما علایده است. ما باید از خود مملکت هم داشته باشیم و اکثرا اینا در طول سالهای متمادی توسط زینمی پادشاه‌های اسپانیا، پادشاه‌های که در فرانسه بودن، اینا سرکوب می‌شدن به خاطر اینکه اینا نمی‌خواستن که کاتالونا به اصطلاح سر بالا کنن، مثل می کردای امروز ولی بعد از اون خاطر اینا تقسیم شدن. مردم آدم فکر میکنن یعنی مثلا من زبان اسپانیایی نمیفهم، مگر فکر میکردم که کاتالون هم شاید یک لهجه زبان اسپانیایی باشه، اما کاتالونی یا کاتالون گپ زدن خودش یک لسان مکمل متفاوت است که چندین اینمی ریجن یا اینمی شهرهایی که براتون قصه کردم در اینمی جهات گپ زده میشه. در یگان قریه‌جات داخل فرانسه تا گپ زده میشه با وجود که لسان ملیشون فرانسوی است و اینا بسیار افتخار میکنن. و در اینجا مثلا داخل اسپانیا میال هستیم، در زیاد جایش نشته است که کاتالون اسپانیا نیست، با وجودی که ما خود میال در خاک اسپانیا هستیم. نه اسپانیایی گپ میزنن، نه خود مربوط اسپانیا است، حتی بیرقشون بیخ علایدگی است، بیرقشون بیخ یک رنگ دیگه است. اما بس بعد از اینکه امی جنگا یا خلاص شد، دوره پادشاهی و گپ سخن خلاص شد، استثمار از یا خلاص شد، یعنی مثلا سعی کنین شما اینجا بیرق کاتالون نشته کردن، انداختن در بالی چیز، ما نمیفهم چی است، هیچ بیرق اسپانیا رو ننداختن. و ما وقتی که طرف از این شهرها می آمدیم، امو سرک هایویشون بود که سرک عمومی هایوی میتونستیم بگیریم، اما او رو نگرفتیم. از سرک‌های سبل عبور که در بغل کوه و سر کوه میرفتی پایین میشد، اینا اونها رو گرفتیم. دیگه جالب گپ میال امو یک چیز شد، یک نفر از سرک آمده بود، امو تو میگفت که با من کمک کو بیا. ما استاد نکردم، حتی بیخی دموری موتر خودم انداخت. مگر رقم کوشش کردم که از پولیش برایم، به خاطر که 100% نمیفهمم، با 90% امکاناتش وجود داشت که نیم نفرات دوز باشه. دوز بسیار زیاد دارن به اصطلاح. از اون خاطر اگر شما از این راه میاین، از راه عمومی نیست اینا و کدام کس دموریتون خدا مندازه یا پرسان میکنه که ما را کمک کنید تا یک جای رو ببر، اینا مشوره منیمی است که نکنین این کارا، به خاطر که اونا اکثریتشون دوز یا رزن میباشن، میان پیسه‌تون میگیرن، موترتون شاید بگیرن. چطور همین کارو نکنین. امیال من میخواستم در این باره گپ بزنم، دموری میکش اومد بیخی دموری موتر خود انداخت که من استاد کنم براش، مگر رقم کردم که اورم نزنم و استادم نکردم، تیر شدم دیگه. از اون خاطر وقتی که شما اگه اینجا میایین دینمی گپا متوجه باشین، در سر سرک زیاد اینمی دکانایی که مثلا میباشه و چیزا کوشش کنین که زیادتر استاد نکنین، به خاطر که اینجا آدم گفته نمیشه، با وجود که اروپا هست، امنیت و پلیس هر چیز اوکی، مگم احتیاط کردن خوب است، به خاطر که اینا همین جپسی‌ها، همین کوچیایی که ما میگیم یاد خوی خواصشون اینمی است که نمودوزی کردن، رزنی و اینمی کارا در فرهنگشان است بسیار از صدها سال قبل. من نمیگم کلشون هم است، مگم زیاد از قومشون میگم. دوستای عزیز شما را خوش آمدید میگم. شما این منظره رو ببینید چقدر مقبول است.
سر ما اون قسمت اگه ببینید اینجا همون لوحه اسپانیا هسته، یعنی بعد از این دیگه داخل اسپانیا میشیم. از این راهی که ما آمدیم راه اتوبان یا سرک عمومی نیست، راه فرعی که از قطب و کوه تیر میشه هسته. بسیار راه خطرناک و صعب العبور است به اصطلاح ما شما، اما وقتی که آدم تیر شود این جای را میبینه. شما ببینید آدم فکر میکنه که نقاشی است، واقعیت نیست. دیگه یا کلش شارای امی کتالون که گفتم از امی است دیگه. ما بخیر طرف اسپانیا میریم، اون لوحه‌اش است، تقریبا 20 متر مونده دیگه. سفر خود دوام میتیم. شما همراه ما همراه باشین ببینین که دیگه چی گپایی میشه در این برنامه و کدام نظر یا پیشنهاد داشتین در قسمت کامنت ها همراه ما شریک بسازین. اگه صحیح تلفظ بکنم نامش هست کداکس، یک شهر بسیار مشهورش هست که به طرف اسپانیا است. دیگه این شکل امو استراتژی را که دیگه جای پیش گرفتیم امو را پیش میگیریم. امی ترنکا که هست نه براتون نشان دادم مثلا سیکو میاله ترنکا را نمونجا استاد است. تیکتش گرفتم که بریم دمونجا بگردیم این طرف ما رو ببره. اتانسیون. ببینید که ما را کجا میبره. این رقمی آدم وقت از چیز میکنه، سیو میکنه. دوستا عزیز فکر میکنم که در این شهری که آمدیم کداکس، اگر صحیح تلفظ بکنم نامش، به خاطر که شهر ساحلی است، همین رستورانت ها ویاش منوال براتون نشان دادم. اکثرا ماهی بسیار خوبش میده. اگر شما علاقه‌مند ماهی هستین و میخواین بخورین میتونین که این رستورانت هایی که مثلا این گرد پیش است بیاین و بسیار تازه ماهی میتونین که زو بخرین و نوشجان بکنین. قیمتایش هم نظر به فرانسه اکثرا در شهرهای ساحلی به خاطر که شهرهای توریستی است نانا یا یک ذره قیمت می باشه، اما باز هم نظر به این که نظر به فرانسه مثلا مقایسه کنیم به اینجا مواد غذایی و رستورانتیش خیلی بهتر است. مثلا اینجا کشیدیم در ترنک کشیدیم که مثلا بریم ما ترنک هستیم میشیم که حرکت کنیم. در این بغل دریا مثلا یک دونه رستوران است باش ما نشان میکنیم مثلا شکل کشتی رقم داره و مطمئن هستم که در اینجا آن از سال 1935 این جور شده و طبعا این چیزای غذایی که از ماهی یا جور شده سلات اینیا مخصوص از این مردم ها هستن تشریح میتن و مردم میره اینجا استفاده میکنن. چون ساعت تقریبا 3 بجه روز است، 10 دقیقه به 3 مانده، قدر وقت نان خوردن نیست. نفر داشت کم شیشته و ما دیگه دوباره مثلا ساعت‌های 7 بجه که وقت نان خوردن شب میشه به مطمئن هستم که بسیار زیاد بیروبار میباشه. در جریان راه ما براتون یگان ویدیو و شات‌های مقبول میگیرم و به مرور زمان تشریح میکنم براتون چی است. برای فعلا یک بروشورک به ما داده که
گفته که از جا میره، این مسیرها میره. خرابیش دایی هسته که داییجا کلگی تنها به زبان امو کتالون گپ بزنن که نه اسپانیایی است نه انگلیسی است، اگر مشکل است. A la dreta podem veure la roca emblemàtica de Cadaqués, anomenada Els Cucurucuc, y just davant s'hi troba l'illa de Saranella. A la derecha pueden ver la roca emblemática de Cadaqués, que tiene por nombre Els Cucurucuc, y justo enfrente
چیزک ما خراب شده ترنک بالای کوه ماندیم کلگی هر طرف رفته شیشته که نفر بیا ایره جور کنن. یک جایی هستیم که پای پیادام رفته نمیشه دیگه قرار که بشینیم یک گپ داریم ما شما نمیگم سیل است سرگردانی و سیل است دیگه بشینیم که نفر بیاره جور کنه تایرش اونجا خورد تایرش بد شده دیگه ببینیم که چی میشه سیل است میگه سرگردانی هم سیل یعنی سعی کنیم مردم در بغل شیشته منتظر نفر هستیم که بیای جور کنیم ریلک دنوکو خراب شد هیچ گپ شما نمیفهم چی میکنه کوی سرگردان دنوکو مونده Máquina para quitar Sí, sí, porque apurando, que si no... دوستای عزیز هنوز هم در شهر کدک هستیم اگر صحیح تلفظ بکنم نه پیشتر خود جنجال خود دیدین که در ترنک بالا شدیم ما همیشه وقت آموخته هستیم که در ترنک وقتی که دیگان شهرهای میریم بلد نیستیم کجا بریم اینا در ترنک بالا میشیم باز ترنک بالا شدیم و در نوک کود یک جای خراب شد و یک جایی بود که هیچ چیز نبود نه کدام تاکسی بود نه کدام پیاده رفتم میتونستی جای به خاطر که از مرکز شهر بسیار دور بوده مجبور دیگه منتظر شدیم دونمو هفته نوکو تا که نفر تکنیکی مستریش آمد تو جور کرد باز ما رفتیم مو دریورش هم بخلم یک ذره بسرک بود من نفهم که
خیلی نیشه بود، مطمئن نیستم که گناهکارش نشم. خیلی نیشه بود به خاطر که در جریان رام چندین جای قریب بود بزنه ترانه. خب به هر صورت تیر شد، آمدیم مرکز شهر. حالی این جایی که شما میبینین همون مرکز شهر مکدک است. این شهر کدام یکی از شهرهای کاتالان است، از کاتالان مگر بسیار یک شهر آرام است، به این معنا که قدر زیاد توریست زیاد نداره و خود مردمش هم یک ذره سن سالشان پیر هستن، به خاطر از اینکه در اینجا کدام مصروفیات بغیر از این رستورانداری و نیمی چیزا کدام کار خاص نمیکنن. از قبلا اینا همین شغل اصلی از این مردم همین ماهیگیری بود. از اون خاطر در این شهر ماهی بسیار ارزان است و زیاد پیدا میشه و تنها این فصل تابستان که گذر گرمی میشه مردم به خاطر از این بیچ پاک یا ساحل پاک که داره یا بازی اینا هوای گرم که داره مردم میایه. و سالوادور دالی هم یک چیز نام داشت، یک نقاش بسیار مشهور است. ما اگر راست بگوین شخصا این نقاشی و چیزا قدر زیاد علاقه‌مندش نیستم، اما زیاد مردم نقاشی را خوش داره و همین سالوادور دالی هم یک چیز نام داره، در اینجا خانه‌اش بود و از اینجا زیاد نقاشی او یا کرده و مردم به خاطر دیدن خانه‌اش میایه که حالا موزیم جور شده. ما براتون پسان تصویرش میمونم، یک آن عکسیاش گرفتیم اینا پیشتر ما رفتم دیگه. نمیخواد گپا داره شهر. اگر شما میخواستین اینجا بیاین کوشش بکنین که از راه چیز بیاین، از راه هایوی اتوبان بیاین، به خاطر که از راهی که ما آمدم بسیار راه صعب العبور است، خصوصا از طرف شب هم تاریکی باشه هم سرکات تنگ است و آدم صحیح یک کمک سالنگاری بکنه خدا نخواسته کدام مودسی چیز میشه. در غیر از او آدم میتونه از او رام بیاد دیگه. با ما همراه باشین ببینیم که دیگه سرادم از کجا همراه. دیگه خصوصیات از این شهری است که مثل می سنتورینی یونان واره، کل خانه کل چیز در اینجا به رنگ سفید است، خانه‌اش سفید است و اینا و اینمی یک جلب توجه توریست ها را میکنه. ما از اون خاطر مثلا جایی که روان هستم یک کران ساحل است، کل خانه یا سفید است. مثلا سعی کنیم اینو براتون کم نشان بدم، باشه کمک زوم کنم. اون اگر شما تصویر ببینید تمام خانه در گرداگرد زمین سواحل که جور شده تمامش به رنگ سفید جور شده. اینجا یک دانه یکی از این کلیسیاهای مشهور از این مردم است. دیگه جذابیت از این شهر اینمی است که خانه و کل چیز به رنگ سفید است و مردم این زیاد خوش میکنن. یک سمبولیک شده، سمبول شده، آیکونیک شده به اصطلاح انگلیسی ها دیگه. دیگه کم چیز خاص نداره، نمک است خلاص. و اگر شما میخواستین اینجا بیاین کوشش بکنین که از مرکز شهر یک کمک دورتر هتل یا ایر بی بی چیزی که بگیرین، به خاطر که مرکز شهر یک ذره قیمتی است و میفهمن که جای توریست است، کل چیز قیمت است دیگه. بغیر از او خودتان میفهمین که چی کارا میکنین نمیکنین. ما امی برنامه خدا در این قسمت ختم میکنم، به خاطر که اگر باز ما ادامه بدم شهرهای بعدی را پرتم شاید بسیار دور به دراز شود اینا. از او خاطر برنامه امروز ما اما قدر بود. خدا کنه که شما از دیدن از این برنامه و ویدیوهایی که براتون نشان دادم لذت برده باشین و یگان معلومات یک ویدیو معلوماتی بوده باشه، یک چیز یاد گرفته باشین. و اگر شما پلان دارین که در این قسمت ها در جاها بیاین به خاطر رخصتی تابستانی بسیار خوب پلان است. مثلا از ماه 6 تا ماه 8 و 9 بسیار خوب هوا گرم میباشه اینجا، آدم میتونه بازی کنه اینا، میتونین که در اینجا بیاین. و کدام سوال داشتین یا کدام پیشنهاد داشتین میتونین در قسمت کامنت ها در پایین برای من نوشته بکنین که ما براتون جواب بگویم. در غیر از او لایک و سابسکرایب یادتان نره. تشکر از حمایتتان. شما مرا حمایت بکنین، من این رقم برنامه براتون جور کردم میرم. تا با قسمت بعدی برنامه بعدی خداحافظ.